الان محترم شرجیکالو نوین نسلش رو خدمت شما عزیزان توضیح بدیم. اول از همه دیش رو از جعبه بیرون میاریم، رو به آسمون قرار داده میشه. محتوای راهنماش یا کاتالوگ راهنمای استارلینک ورژن 4. دیش مودم رو میاریم. اول کابل 15 تا 20 متری رابط مودم به دیش رو وصل میکنیم. دیش رو برعکس رو مقوا میذاریم. خوب آداپتور رو به مودم وصلش میکنیم و خب مراحل نصب شد. فقط میمونه که حالا آداپتور رو به پریز برق وصل کنیم.